اسم قصه وقتی اتاد یه حس خشی به آدم دست زدد. فکر کنم شما هم مثل می قصه و همه خوشین، ولی قصه قدیمو یه چیز دگن. ما اگه شو زمستونی که شبو دوشک و پتوخ ما کردیر، این گرمای بخاری نفتی دلت هم گرم شکرد. وقتی صدا رعد و برق ماشنود، صدا چک چک بارون که شخه رو سقف گلی لهر، اخشی دیگه نه هسترین. همون منه هسته که صبح بود برنگ و چلنگ و میشکا بیخو هارما و هار داد لهر رو جمع بکنین. خلاصه سر شومم خوراک شادارمو خوشو زمستونی درازن. ما خود زیر پتو بی ما گفت قصه بگه. تعریف شکر یه وقتی قصه درونج، گسر ملک، خال روبا و آموشترو، فلک ناز و خورشید آفرین، یه وقتی هم قصه قدیمو شگود. قصه بوستونو، قصه مردمش، قصه بن مغو، قصه دارچیره و هوبارده، قصه خمل، کنار، پیپک، سراهو، قصه سرهو رهده، قصه لنج و جهاز و دیریا، قصه نحشی و شمال و کوش و سهیلی. یاد قدیم و مردم قدیم به خیر. حالا میهوندم تا وگر هم سر بزنین به تاریخ و فرهنگ بوستونوی قدیم خمو که سرگذشت خوش بشنوین. ای شما و ای هم قصه شبهای مجلسی. به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت بینندگان عزیز، همشهری های عزیز. خیلی خوش آمدید به قسمت اول برنامه شب‌های مجلسی. شب‌های مجلسی قرار این که تاریخ بوستونو بازگو بکن و بر بگردیم به حدود 70 سال پیش، نگاه بکنیم زندگی مردم خم و بزرگان خم در زمانهای گذشته، شکل زندگیشو و کلاً یک نگاه تاریخی بود به گذشته. خب اولین چیزی که همیشه در تاریخ مد نظره بحث مکانه. خب این باید برای خمو سراغ بزرگان روستا که اوشو بیشتر داره نخمو و در همون زمان بودن که مثلا اولین لهر ملک کوش، لهر کبوری و الان اوجو لهر کل جاش مشخص بکنن. این طرف هم اول ملک کبل هم تو، از گاه هم تو و از دیرام هم تو. مکان اولیش بگن که اول در 70 سال 80 سال پیش اینجا لهر کبوری و الان هم مشخص بکنن که الان همون مکان الان کجا و لهر که قرار گیتی اونجا. پس با هم دیگه بریم نگاه بکنیم که چه کسانی جز اولین کسانی بودن از محله قبله اینجا خانه بنا شده و محله روز و سمت گاه و سمت دیریا. او یا تا سال 1325 که حساب بودید تا آخر بوری جمعیت او سال بوری 53 خانه و 209 نفر جمعیتش. از کوش بودن لهر عبدو. لهر عبدو پشت لهر جلسه یا خود از لهر جلسه رسیده. لهر عبدو خود کبلتر است از لهر که است، لهر محکری من. عبدو رئیسلی و بعدش اوج عبدالرحمن باب که جلو لهر علی عبداللهی ناسان داوش. مالک کوش آخر بوده لهر پیزان میلو لحسن مم حسن باقر شو. مثلا باقی لهر عبدو و کوش الان کم باقی الان
نه لار روبیا بالکو روبیا تو منو زم اینجا کرده تو لار روبیا کرده کوشت لار محکری باقی معلوم کن محکری معلوم که نیستی رابیا در مرشد خب لار مرشد این لار مال محکری مال عبدو دیگه بعد کبل شهر عبدالرئیسری از کشت تا خونه محکری الان کوکید خونه محکری همجا که خونه غلام شاه هست احساب گو یک تا کارگر شد عبدالرحیم محمد ده تو گو هست جو کارگر نه فاصله شد اشهر فاصله شد ده تو کل بولور گوش هم در عبدالرحیم محمد مسجد وزیر هم که الان در اصلا دعواشی پشتی عبدالعلی سینده عبدالرحیم محمد آخر شهر ولی کبلا با گای لاره که لاره مولا عبدالرحمن حسین مارا اکه دیگه که لاره کن اوج محمد آجالی به این رازان بین بالا آجالی معرف شو مولا عبدالرحمن و دیگه هر ایشون دیگه این بالا نستن دیگه تنبک هم مال زلیخا از گاه و مال گلو آجال محرف و مولا عبدالرحمن و اگال لهر محمود توی کوشر قالو فل محمود گلو بریمک بعد از گلو بریمک لهر کرد لهر آجال محرف یک تا سر کوچکوی هر پهلوی دیگه سر مال مولا عبدالرحمن پهلو آجالی کبلا تا سر اسمون که دوست عبدالوجی نیستی آخرین خونه ای که بودی مال اسمون رئیس بودی اولی که ما کوچیک هستن خونه عثمان بود همین آنه کبلا لر اسم رئیس لر اسم رئیس که بغل لر غلامه نه دیدید لر ایزبال آخریش هست در حوالی 1335 سال 1335 هجری شمسی آخرین خونه از جنب کوش اولوش این قسمت بودی خونه محکری من و خونه عبدالرئیسلین بعد گاهتر از او عبدالرحیم محمدین دیگه دوتا کوکین ایشو آخرین خونه و ایجا بوری آخرتر از همه ایجا بوری که
خونه محکریمن و الانم ایشون هم همه کنن نوادگان همشو زندگی نکردن. الان بعد از او دیگه نوادگان ایشون همشو زندگی نکردن. بازم از سمت کوش ممری کوش بلا قسمت بالاش از سمت گاهش که دیگه گاهتر از این خونه نبودی، کوشتر هم از این نبودی، این قسمت بودی به نام خونه آقای عبدالرحیم محمد که الان تقریبا حساب کنی بالای 100 سال پیش این خونه ایجا بودی که الان دیگه هیچ اثری ازش نینی. اینجا هم اولین لهر بوستونو از سمت قبله تقریبا که اینجا همه جایی خونه مربوط به آقای حسین معرف، بغلش هم بودم آجلی معرف کاکاشین. این خونه هم که بازم خونه ایسفاری بودی که الان هم بازم هنوز قدیمیش هستی، البته یکم مرمت بودی دورش سیمان چوکیر اصلش گلم ولی هنوز هست، سیمان خیلی وقته. بعد که گاهتر از این دیگه بالاتر از این نبودی. من تا به سمت قبلتی رو هستی که لا انشالله رنگ و نزدیک او قسمت هم نگاه کنیم. و قبلتر هم یعنی از اول ملک قبله که شروع بود اینجا بود خونه که تو کمتر از 10 سال پیش هم هست. همه یاد من که هست یک خونه گیلر مال عثمان رئیس بودی که الان هم جایش بازم نوادگانش همینجا درست شده. و یه خونه قدیم هم که هنوز هم هستی متعلق به اوج مهدل که هنوز هم آثار این خونه هستی، این هم خیلی خدمتشن که هنوز خراب شده کیده ولی قابل استفاده نه.
خب این از اولین بخش هست که نگاه که و تقریبا مفهمی که اولین لهری که توی بوستون از سمت محله قبله و از سمت کوش و سمت دیریا و سمت گا کسانی هانند ساکن بودن اینجا. بعد توی این بخش که الان هست بخش فصل مهاجرتن. بالاخره اونها در یک زمانی از اینجا رفتن مهاجرت فکری به مثلا به سمت پشت مرغ. نگاه میکنیم در چه زمانی در چه تاریخی چند ماه اینجا رفتن چند ماه اونجا رفتن. این باید نگاه کنیم که وسیله‌شو چه بوده که اونجا رفتن، با چه وسیله رفتن، با چه وسیله رفتن، یا مثلا الاغن یا مخرن یا اشترن مکان شو از جا محله مثلا رفتن پشت مرغ یا کلپر یا چسرا یا هر جایی که رفتن با چه وسیله رفتن. گرما که بود هر که موقعش از سرچرم موقع هر که موقع نه سربر شد. چه فصلی شما رفت؟ اول چیز بعد نور نبود با ایران برسی من موزر چه کم میشه که شاید در برس 4 گرما شهر زمستان مهان پس رو 6 ماه بود و 6 ماه اینجا 100 تا منزل شاکه بگن یعنی 2 تا 100 منزل شاکه چون گرم بود اینقدر جای محلهشون قابل تحمل نه هستن که آدم بمونه. ما که یک خود رنگ نشده سلو حالا به بارشاکه اگه بارشاکه ارازن بالا پشت مقا نشته انیزن تفنگ اثر ما کرد اولی موقع هارموشاکی والمتری چورا هجو از خوردان تقریبا چورا داشتن تو موقع خراب شد توی شهری پشت ما اول که ما خمل بود رفتن پشت ما بعد ما زرد شکل اون متری اینطوری دیمباز پیدا شکل دیگه هم رفتن بالا یا موقع خمل چیده خمل میشن به مال خوب خوشو اونجا نشتن تا موقع که سر شهری ما که هوا ناشی شکل مردم از کجا اون نمه جا دیگه یک مدت نشتن لو دیره کپر شده لو دیره خونه درست شد حرکت اوجا که هم جب پای خونه سرا نارن آن لو دیرا نشتن از کوش کبلا دیگه همه کنار دیرا نشتن پلا رو تا بعد فصل چه بود دمستون که بود رفتن رو تی خونتی لار دمستونی انیزن تفنگ اثر ما کرد فنگ اثر ما کرد خلاص چورم لوچه بار جب سلام مار بکنه که لوچه خوشه بعضی وقتی بالا ورشه که مار بکنه برام بالا خوشه خیلی خوشن بالا حالا که ما خلاص کرد جگه را من لوچه آن سرگان لوچه و کتال شد اصلا لوچه بنشته هر کسی که چهار چون چی شد که سرک شده اینجا خیلی سرک شده از لو خوری که سرک شده تو نزدیک مسجد هر که خریشه سر سمن بار خری شکل میشه برد باید پشت ما هر که خرین ماشین نه اصلا آدم مثل دل سینون شو خدا رحم بخستن سمن رو دوش خوشانه شا بود چند مرد این سری همه دیگه برگی نه که سوار بود اما سمن نچید شاید 4-5 شا بود یه دیدیر بین کلانتوی اینشتن درسته مثلا اوجامنه شروع بین قرات اینشتن من بدیلشو کلی بین آلیسیویشی اینشتن گورمونو آنشتن دیگه بعد آجال سینی خیلی درشنشتن جو اوج من با سینک شنش پشت پس بین گورمونو پیره من نشسته قول عبدالله کلی بین ما رو دیگه مالو جبریم شو مالی پیش سلطولیتی مالو اوجاسانه شو دیگه مالو جبریم شو کنا آلیسیویشی اومهی دیگه خدای تو بند هم تو ولو اراد از خورگار به کبرا مال بسونه لگره کو دیگه چومار بندرازار مال مشیدی شار مال سنباکور شار حد محله شو محله اینجا که کبرا انیشتن لا یایی آجال معرف که انیشتن دا سینی
بابای منشه هم کردن گرم فصل گرما بنولی و جانشن ایستواباد اینجا لر آخر شرکت موقعش اثر آخر محله و جارکم جمالی آخر بیشتر محله از جمالی به این طرف شانه شرکت هر که یه موقع زمین چیز شد سر رفت همونجا نشت. این منطقه هم این قسمتش که بالا یعنی جمعگاه ایشون معروفه به سرریغ که خیلی از مردم در زمان قدیم یعنی بالای 70-80 سال پیش به اون طرف یعنی 100-150 سال پیش حتی اینجا همه محله گرمایی شده و این قسمت تا لب دیریا و از این طرف هم تا شهرک صنعتی و این طرف هم تقریبا تو خونه آقای ملوی ایشون همه بور موغ به معروف به موغ تیو که شاید از قول بزرگترون اتم شاید 1000 بون موغ بود که تا جایی که هرن اگر مثلا گو داخل رفت گو گمه بود انود تو این حد موقع و خیلی جزیرتی و هنند اینجا موغ سار برشوگیدی همین موغ تیو این قسمت هم که همه هم تو کنگو شگم سرریق و سکونتگاه خیلی هم مردم بستون و جزیرتی ها بوده در اینجا هم در تابستون و تنها باقی مانده موقعیت همین دو بونن فقط از بین شاید 1000 بون ما فقط همین 2 بون موندی این آثارش ما به این زمین های پشت سر که مشاهده نکردی قبلا ایشو همه حالت محله گرمایی بودی و مردم همین مردم بستونو و بعض حتی جزیرتی ها که شاهان به اینجا موغ سربر شاگد شاهان اینجا پشت موغ شانش به خاطر که هم با موغ نزدیک کردن به هارموچیره و هم هواش از جا محله بهتره خنکتره شاهان سر مثلا سر کوه احمدکی شانش اینجا پشت کهورو شانش نمیدونم کوری و الیچی و غرات و کلانتوی و ایشا همه در اون زمان گرم کشه بود مسکونی شه بود مردم شاهان سرگ و کتوک و کارگین اگه چیز شاسته شان هم جو زندگی شاکه و به مدت تقریبا 6 ماه این شامون بعد دیگه دوباره برشو کردی جا محله یکی از جایی که خیلی لگت شانش احمدکر بعد گورمونو همین جان که برکند و همین جان که رستوران باباجی بهش آقا گورمونو بعد از ایراش هم احمدکین هم این قسمتون بعد این هم کهورون که ایشون همه محله گرمای و حساب مردم به خاطر موغ خوهوندن اینجا و همجا ساکن بودن یه عده هم رفتن همین اهل بوسونو کلپر نشتن که پشت این کوهن خیلی هم دور نینی یه عده هم رفتن چستنق یه عده هم بازم هم اون قسمت قبله پشت همین موغ منزلشو کریون نشتن این منطقه هم که هستی کلن بهشاگن یحیایی که بازم محله گرمایی بودی پیشته این منطقه و این قسمت همش نخلستان بودی پیشته همش موغ بودی و مردم حتی جزیرتی هم اتان اینجا بازم به چیدن خورما به جمعوری محصولات خو حتی یه مشتی موغ مل خوش بودی و یه مشتی هم سربره گرن و محلش هم معمولا اوشو که مردم نشتن این قسمت بودی این قسمت ها احولوش مسجد ایشون هم محله بودن که نشتن هم محله گرمایی که از سمت قبله ترین محله گرمایی این بشت خدا بگینی بزینی مثل تو عاشقینی کسی که تو نگاهش بشت خدا نه اصلا هذا فهمنا ما شبنا نخوي تلویزیون فلان شب میشین هست تا عبدالعزان چه گویی هم پیش نموده ساعت 10 9 اینکه امام جمعه بوسینی او زمان که از ساعت صبح سنگچین چوکی نماز شوم و خفتن صبح چه خون جهانی هاشم و بستونو
یا رفت خمسو لما جماعة شاكو بوشن شما تو خیر من نو گئی. دیگه بگه گرما مگان